1 2 3 امتحان میکنیم. ببین شروعش سخته خب، یعنی باید اجای اینور نگاه کنم، اینم سخته، ولی مسئله اینه که هر چیزی باید شروع کرد مگه نه؟ به هر حال قدم 1 15 کیلومتر. حالا بریم رفیق هم بیاد، البته نمیدونم کی میرسه، ولی حالا تا اونجا برسیم طول میکشه، ولی خوب سابسکرایب کن. طول سجیون رسیدم به محل قرار، ولی خب زود اومدم یکم، ولی فاقد اعتبار و اهمیت یکم عقب‌تر بگیرم بهتر شه. زاویه یه روزی انتخاب کردم که هوا زیر 35 درجه باشه که نمیریم. گیر به اینا خوش اومدید. و تو این هفته امروز و دیروز تنها روزی که زیر 35 درجه بود و امیدوارم که گرمازده نشیم، تورا نمیریم. میدونم که 15 کیلومتر فکر کنید شاید کم باشه، ولی خودم نمیدونم. خب میگفتم دادم نیست حقیقتا داشتم چی میگفتم، ولی زنگ زدم به یکی از دوستام، ببینم اونم پایه است. حیف امروز اینجا نیست، وگرنه اونم پایه بود. از هفته دیگه ان شاءالله اونم میاد، میشیم 3 نفر 4 نفر اگه بخوایم حد اکثر حساب کنیم. حداقلش یه نفرم خودم. من هر هفته میام، قول میدم اگه این ویدیو رو نمیخوام بگم به چند تا لایک، میخوام بگم که اگه این ویدیو که دارید میبینید که دیگه دارید میبینید، قول میدم که هفته بعد هم دوباره برم و هر هفته هم زیادترش میکنم میزان کیلومتری که باید بریم. این هفته حالا 15 تا دوربین خیلی سخته گرفتنش، خدا وکیلی یکم حق بدید. حالا به هر حال خلاصه که میگفتم آره 15 کیلومتر الان، یعنی 7.5 کیلومتر رفت 7.5 کیلومتر برگشت. دفعه بعد بیشترش میکنم و هر هفته زیادتر میشه. سلام میخوای بریم وسط ما هم بریم تو یوتیوبی شد. سلام میکنم به بچهای یوتیوب، به بچهای کانال انتی کمپانی. نمیذارم اونجا احتمالاً کانال جدید بزنم، حالا نمیدونم کانال. سلام میکنم به بچه کانال اسمش هم نمیدونم، بعد صدا گذاره. دقیقاً حاجی هیچی نمی‌دونم. آره واقعا نظر منم آره. ببین اصلا پشمام منم آره، ولی اوکیه. واره نه چرا اوکی نیست؟ چرا نه؟ شاید به خاطر تو چرا اوکی فعلا. حالا میتونی برگردونی؟ نه فرجم نه آره. یعنی دوربین برگردون فکر کنم اینه چیه؟ نه خب ریدی مارک گذاشتی الان. آها اینجا رو مارک میکنه. حاجی شاهکار. آقا من نمیام تو دوربین. این خونه رو ببینید، عین خونه اون یارو نارنجی پوشه تو منشرو رو عکسشو میذارم. حاجی واقعا حالا این آرت هوم به کنار خب، ولی عجب چیز اصلا نمیافته انقدر. خیلی سفیده. آره زیادی سفیده. زیاد. فکر کنم بچه کانادا انقدر سفیده. 3 تا سفیدو ریختن تو یه قوطی غلیظش کردن شده. چه جالب. بگه پوش نگاه نشد بگیرم ولی این برو بگیر. کو اینجا شیش برو. تا به الان ما داری میگیری؟ آره تا الان ما 6 کیلومتر و 700 متر رفتیم. 1 ساعت و نیمه که داریم حرکت میکنیم و سرعتمون 3 کیلومتر در 6 کیلومتر رو 6 و 8 6 و 7 کیلومتر حدودا. البته حالا ببین 7 کیلومتر رفتیم، الان داریم برمیگردیم. دو هفته وایسا 5 4 3 2 1 ساعت و نیم شد دقیقاً. الان 1 ساعت و نیمه که داریم حدود 7 کیلومتر رو اومدیم، برمیگردیم هم دوباره تقریبا همین 7 کیلومتر 14 کیلومتر حدوداً میشه. حالا بذار برسیم. دوستان بیکار بودن این شش. من وقتی تابستون آره دوستان عزیز، همین الان یه مطلبی یادم اومد گفتم بگم. اولا کانال اصلیمون یعنی انتی کمپانی رو سابسکرایب کنید
زنگوله بالاش هم بزنید. حاجی جوگیر رو نگاه. بعد برید کانال اسیدیزم رو دنبال کنید اگه هنوز اسمش اسیدیزم باشه، نمیدونم اسمش چیه. نه هست. بعدش هم برید کانال فاتی گومز رو دانلود بکنید. دانلود کنید. عالیه بچه‌ها. ویدیوهاشو دانلود کنید. خلاصه لایک فراموش نشه تو لستگای من. چرا اینو میگم؟ چه قابلیتی اسکول ملت که اینو نمیبینن. خب براتون توضیح میدم. توضیح بده. یه چیز زد الان این دقیقاً یه تیکه که دارم میکشم روی این یه تیکه که دارم میکشم توی دوربین سیاه، بقیه‌اش سفیده، نور میزنه. دوستان یعنی گوشیم فلش نداره دیگه. تکنولوژی. و این کار به جای فلشه. حالا زنگ زدم. آره داشت زنگ زدم. ببین شب شد انقدر رفتیم، الان ساعت 9 حدوداً. رضا 8 تا 23 دقیقه انتظار داشتیم بیشتر بشه، کمتر شد. ما 5:30 راه افتادیم، الان تقریبا دیگه 3 ساعت میشه. 2 ساعت و نیم گذشته. میشه 3 ساعت. 8:30 بشه میشه 3 ساعت. راست میگی 3 ساعت تو راهیم و پام درد گرفته. گولت میکنم من اگر پاس کردم. چقدر کیرینج آقا نمیدونم باید چی بگم. انقدر خستم، انقدر پام درد میکنه. چی خسته است؟ دوشان بدو آخرشو بدو. نه گوه دهنت. نه هر که اقا بمونه گیه. I was gonna carry the fucking boats. Yeah you mother. قبول کن گی. نمیتونی تا اونجا بدوی تو. I can do it. Who's gonna carry the boat? آقا I am motherfucker. آقا استوب رو خور. مال منه. وای مال منه. سالمه؟ آره. آی Who's gonna carry the fucking boats? سلام دوستان، جدا شدیم از هم. دوستم هم رفت خونه‌شون، من دیگه تقریبا رسیدم. 14 کیلومتر رفتیم توی حدود 3 ساعت و نیم و من که راضیم. پام به شدت درد میکنه. لایک کن ناموسن، لایک کن. ولی کدوم یوتیوبری پاموشه بره 15 کیلومتر پیاده راه بره؟ البته بجز اون آدم مشهوری که مثلا 2018 اومد توی یوتیوب، بعدش تو ویدیوها، بعدش توی جعبه دایتایات، بعدش هم تو آپارات کار میکرد میدونمش. زعلان فاز سیگما بودم نداشت. خوبه ولی خیلی زیاده، خیلی شدتش زیاده دیگه. اینقدر شدت بده، از جامعه زده میشین توی واسه خودت بده. آقای سینا جان با یوتیوب هم با گوشون آشنا شدم، ولی خب کجا داری بیرون؟ زندگی چرا اینجوری شده؟ لایک کن، سلام کن. کانالی که گفتم ساب کنید. دمتون گرم. میشه جاست آبی شدم دیگه. زرچه خدافظ. هستم تو بریم دوش بگیرم.